یکی از چهره‌های معروف حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید ابراهیم نظر از تهران به دوشنبه برگشت. امروز نزدیکان سید ابراهیم نظر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که او را در فرودگاه تنها پیوندانش پیشواز گرفتند و او همچنان خیلی عادی به دوشنبه برگشته است. طی این چند روز، یعنی که 4 روزی که از آمدن سید ابراهیم نظر میگذرد، پیوندانش میگویند که در مورد شرایط بازگشتش هنوز هیچ اطلاعی آنها نیز ندارند و هنوز هم برای ما دست نداد که با سید ابراهیم نظر چشم به چشم صحبت کنیم، زیرا وقتی که ما به محل زیست سید ابراهیم نظر آمدیم او در منزل زیستش نبود. همین طور طی این 2.5 سالی که سید ابراهیم نظر 1 ماه قبل از تعقیب و بازداشت حزب نهضت اسلامی در دوشنبه به تهران رفته بود، هیچ درکی از خودش نداده بود و در رسانه هیچ صحبت نکرده بود و هیچ از خودش درک نداد و همچنان برای ما نیست تا کنون روشن نیست که اصلا با چی سبب و با چی شرایط سید ابراهیم نظر به تاجیکستان برگشته است.